در گوسفند و در گوز مشارکت صورت نمیگیره و یک مسلمان تنها از خودش میتونه قربانی بکنه و حیوان باید سالم بوده باشه، مریض نباید باشه، دم بریده و گوش بریده و شکسته نباید باشه و نیتش باید صحیح بوده باشه. و در گاو و در شتر و اینجا 7 نفر شریک میشه و بعد از اینکه قربانی صورت گرفت کش بکنه، خود ما باید قربانی بکنیم، خود ما کار کش بکنه. اگر توان نبود باز سرش ایستاده شوه و وقتی که قربانی صورت گرفت گوشتش کش بکنیم و خوب است و نکی است که به 3 بخش تقسیمش بکنیم. یک بخش رو به خانواده خود بگذاریم، یک بخش رو برای دوستای خود بفرستیم و یا دوستا رو دعوت خانواده و اقارب، یک بخش دیگر را برای مردمای فقیر و نیازمند بسپاریم. این 3 تقسیم میشه. در قربانی قیمت عملی که قصاب انجام میدهد از این گوشت برش دادن، بلکه او را جدا از خود پیسه باید از گوشت قربانی در مزد قصاب کار نکنه و بر زو جدا پیسه. پوست قربانی را هم برای قصاب دادن نمیتون مگر اینکه قصاب بخرد و ما پولش را باز در یک جای دیگر صالح استعمال کنیم. این نکاتی بود که باید در باب قربانی در نظر گرفته شد. محرماتی که باید انجام داده نشد به این معنا که یک تعداد خونی از او را میخورد، خون قربانی یا خون قربانی را در جای میزنه برای تبرک، این کار نارواست و خون مردار است و حرام است. به هیچ وجه نه گوشت خون قربانی و نه خون حیوانات دیگری، نه در او صحتی است نه در او خیری است، بلکه خونی که مردار است بگذارش. حسن باز خونی که بخواهد تقرب الله ریخته می شود او خود بیخی مردارتر است، مثل که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرماید که آب وضو میگه بدتر و مردارتر از زیر واسطه از چی میشه؟ گناه ها پاک میشه. خون قربانی خود گناه هایت میریزونه، اصلا بر مراتب براتر و مردارتر است. به هیچ وجه نمیشد که او را برای شفا و او را برای چیزای خوب استعمال کنیم. این شکلش نکته دیگه خوبی است که ما وقتی که قربانی کردیم روزه را باید بگیریم. در روز عید اضحی روزه را می داشته باشیم. وقتی که قربانی کردیم از گوشتی که از قربانی است از او باید افطار بکنیم. یک سنت دیگر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم